بیا خیلی ساده و راحت بهت بگم که چجوری دستگاه MVR تو داخل مودمت پورت فوروارد کنی. مرورگرت رو باز میکنی، آدرس مودمت رو وارد میکنی 192.168.1.1. اکثر مودم ها این آدرس رو دارن، معمولا هم زیر خود مودم ها آدرسشون رو نوشته. یوزر پس رو وارد میکنیم، داخل منوی مودم وارد ادوانس ستاپ میشیم، نت. این برای تنظیمات مودم تیپی لینک هستش. ببینید ما نیاز داریم که آی پی آدرس رو داخل ویرچوال سرویس وارد کنیم. تو حالت پیش‌فرض اینجا روی 0 هستش، ما این روی 2 قرار میدیم که ویرچوال سرویس به ما نمایش داده بشه. من یک بار تعریف کردم، حذفش میکنم که دوباره به شما بگم. لاین خالی انتخاب میکنید، یک اسم میذارید، به فرض مثال من میذارم outcome و داخل پورتش هم پورت دستگاه داهوا 377777 پس وارد میکنیم، همچنین رو تکرارش میکنیم و آدرس آی پی که برای دستگاهمون تعریف کردیم و اینجا وارد میکنیم 192.168.1.110. اینجا سیو رو میذاریم و خیلی آسون برای شما تعریف شد. با ما همراه باشید، من در ادامه به شما بگم که چجوری داخل نرم افزار DMSS از طریق IP استاتیک بتونید انتقال تصویر دستگاه MVR تون رو داشته باشید.